سلام، من امیررضا اقدامیان هستم و تو این اپیزود میخوایم با هم برسیم به نقطه پایانی کتاب بازاریابی نسل چهارم، جایی که مفاهیم خیلی مهمی مثل وفاداری مشتری، ادوکسی یا مبلغ برند شدن و اجرای واقعی بازاریابی نسل چهارم مطرح میشه. توی 3 اپیزود قبلی مسیر مشتری رو با هم بررسی کردیم، از اونجایی که آدما چطور با یک برند آشنا میشن تا وقتی که تبدیل به یک خریدار میشن. اما الان میخوایم یه قدم جلوتر بریم، جایی که مشتری فقط خریدار نیست بلکه خودش برندت رو تبلیغ میکنه. کتاب میگه که فقط رضایت مشتری کافی نیست. تو دنیای امروز وقتی مشتری از برندت دفاع میکنه، براش تبلیغ میکنه یا حتی تو شبکه‌های اجتماعی ازت حرف میزنه، اون موقع است که بهش میگیم ادوکیت. این مرحله بالاتر از وفاداریه. اینجا دیگه مشتری یه کاربر نیست، یه هواداره. خب چطور به این نقطه میرسیم؟ با ساختن یک رابطه واقعی، نه فقط تخفیف و امتیاز وفاداری، بلکه حس معنا، همدلی و تعلق. آدم‌ها وقتی به چیزی ایمان دارن براش حرف میزنن. تو بازاریابی نسل چهارم برند باید به اون معنا برسه. خب حالا اگر بخوایم این مدل بازاریابی رو واقعا اجرا بکنیم چی لازم داریم؟ 3 چیز. اول از همه دیتا. باید بدونی مخاطبت کیه، چی میخواد و چطور تصمیم میگیره. شماره 2 محتوا، بحث کانتنت مطرح میشه. باید براش چیزهایی تولید کنی براش ارزش داشته باشن، نه فقط صرفا یک تبلیغ باشن. و شماره 3 بحث تعامل هست. باید باهاش وارد گفتگو بشی، نه فقط ارسال پیام یک طرفه داشته باشی. این قضیه رو ما تو اینستاگرام هم میبینیم برای بحث استوری ها و غیره که میگن تعامل بکنید، جواب کامنت ها رو بدید. این قضیه تو بحث مشتری هم مطرح میشه. باید اگر کسی سوالی میپرسه به بهترین نحو بتونیم جوابش رو بدیم. مثلا چی؟ وقتی یک برند از داده هایی که داره استفاده میکنه تا یک پیشنهاد شخصی سازی شده بخواد ارائه بده، یا وقتی محتواش یک داستان واقعی رو تعریف میکنه، یا حتی وقتی توی چت یک جواب انسانی به مخاطب میده. اون موقع است که داره بازاریابی نسل چهارم رو زندگی میکنه. این یعنی ترکیب تکنولوژی و انسان محوری. خب دوستان عزیزم، تحلیل و بررسی این کتاب هم به پایان رسید. من این سری از پادکست ها رو با هدف تولید محتوای کاربردی و واقعی برای آدم های مثل خودم میسازم که توی مسیر رشد برند شخصی و کسب و کارشون بهشون کمک بکنه. اگر این اپیزودها براتون مفید بوده، خوشحال میشم که در سری های بعد هم همراه من باشید. تو فصل بعدی قراره بریم سراغ کتاب معروف و متفاوتی به اسم استراتژی اقیانوس آبی. قراره درباره تمایز، رقابت و پیدا کردن فضاهای بدون رقیب با هم صحبت کنیم.